خب خب سلام علی. محمد. سلام بچه. Hey, smile. سلام بچه. خوش اومدیم به یه قسمت دیگه از کورسی اپیزود 18. عشق ابدی. بازم عشق ابدی، چون گفته عشق بعدی ها. گفته بودیم میخوایم شاید قسمت بعدی در موردش دوباره صحبت کنیم، مثلا قسمت 50 و فلان. آره. ولی چون دیدیم خیلی طرفدار داره گفتیم قسمت 16 در موردش حرف بزنیم. هم طرفدار هم ویو خوبی گرفت خیلی کانال خوبی و همین که واقعا برنامه داره جنجالی پیش میره. چقدر جنجالی پیشه حقیقتا بچه‌ها. ببینید من تا قسمت 4 دیدم، بعد 4 نصف نیمه دیدم، دیشبم 16 و نصف نیمه دیدم و یهویی از فرشا رسیدم به ترانه و پریسا و اینا پژمان. چیز زیادی رو دست ندادیم اون وسط. یعنی توی این 11 قسمت اتفاق خاصی نیفتاده. چرا میگم چیز زیادی از دست ندادی آخه. در کل اصلا نمورد. فیلم‌های جم تیوی رو دیدی 500 قسمتن یه همچین چیزیه. وقتی یه سریال 100 قسمتی باشه تو 10 قسمت اتفاق خاصی نمیفته. هر قسمتش هم 1 ساعت و 40 دقیقه اینطوری سینمایی برای خودش. آره. ولی گذشته از این حرفا به نظر تو چرا جوونا دارن عشق ابدی میبینن؟ چون کاراکترهای باحالی ده، مثلا شاید چون کاراکترهای خاصی ده. مثلا پریسا کل گردنش تتوه، این پایینش کلا تتوه و من ترکیب پوست سفید و اون شکلی و با اون تتوی زیر گردن من حداقل من دوست دارم. یه خواننده دیگه هم بود گیتار میزد، انیمه ها بود نمیدونم، یه خواننده دیگه بود مرد بود. خب اونم پوستش همجوری سفید بود و این ترکیب تتوی خیلی حجیم زیر گردنش خیلی باحال شده بود براش. بعد ترانه که هیچ اصلا نمیدونم شخصیتش چجوریه. فرشادم که بهش میخواد فرشادم کرجی باشه ولی فکر نکنم اصفهانی. تو اصفهانی هم میشه این شکلی، چون مسیح هم یکم سفید مفید قشنگ میشه. تو اصفهان زندگی میکنه ولی لکه لوره. خب تو میگی یعنی بخاطر کاراکترهای جذابی که دارن؟ شاید به خاطر کاراکترهای جذابی که دارن و اینکه این کاراکترهای جذاب دارن به تیپ و تاپ هم میتاپن میزنن و همدیگه رو تخریب میکنن. میشه گفت. و ما داریم از یه فاصله امنی تخریب کردن اینا همدیگه‌شو نگاه میکنیم. میشه گفت. ولی به نظر من یه دلیل دیگه ای هم داره. چی؟ امروزه ارتباط گرفتن با جنس مخالف خیلی سخت برای بعضی ها سخته واقعا. و خب به نظرت ما که تو ایران داریم زندگی میکنیم چجوری باید با جنس مخالف ارتباط بگیریم؟ میدونی فضا خیلی بسته است. خب و خب کسایی که سخت‌تره براشون ارتباط گرفتن و اینجور روابط نگاه میکنن و آنالیز میکنن و یاد میگیرن، پیکاپ لاین یاد میگیرن، تیپ‌های شخصیتی رو یاد میگیرن. من میتونم بگم این برنامه داره یه کوچولو سواد اجتماعی رو افزایش میده. با اینکه مثلا خیلی ها میگن مبتذله، خیلی از صاحب نظرهای سینمامون دارن میگن که مثلا آشغال مبتذل فلان ایناست، ولی به نظر من چیزیه که نسل زد لازمش داره. نیا کن وقتی مغولا به ایران حمله کردن و کتابخونه ها سوزوندن، خب همه اینو به چشم یک کار بد دیدن دیگه. خب کتابو داریم میسوزونیم به هر. منتها وقتی توی فیلم‌های دیگه مثلا شخصیت خوب داستان میاد کتابا میسوزونه، هم میگن آفرین چقدر چیزی خفنی، چه کار خفنی. در کل سوزوندن کتاب کار بدیه دیگه، درسته؟ آره. چون داری چیکار می‌کنی؟ داری یک منبعی از دانش رو چه خوبی و چه بد از بین میبری. یک چیز مستندی که یک نفر برای زحمتش درست کرده داره بین میبری. داستان عشق ابدی هر چقدر خوب میخواد باشه، هر چقدر میخواد بد باشه، مبتذل باشه، چیز یک اثریه که یک عده زیادی از افراد درستش کردن، برای زحمت کشیدن و میشه گفت یک نوع مستندسازی از اتفاقات و جامعه امروز دنیا و ایران داره نشون میده، درسته؟ یک اطلاعاتی داره میده. پس نمیشه گفتش که اینو باید از بین ببریم یا چیز، چون واقعا هر چقدر میخواد بد باشه ولی ارزشمنده بازم. و اگه بخوام از نظر جامعه شناسی هم نگاه کنم، حالا چیزایی که من خودم یه تحقیق کردم راجع به این برنامه و این داستان ها، این جزیره‌ای که ساختن یه دنیای کوچیکه که تقریبا میشه گفت همه نوع شخصیتیایی رو داره. حداقل مثلا 14 15 تا تیپ شخصیتی وجود داره تو این برنامه‌ای که داریم نگاه می‌کنیم. همون MBTI یا این حرفا و نمیدونم MBTI چیه منظورم. و خب میشه گفت که یک نمونه کوچک شده از جامعه‌ای که
دوچرخه این پسر چه اینجوریه؟ نمیدونم شاید هم صدا میده ولی اون دنده سنگین گذاشته بعد داره به زور میبرد جلو. نه واقعا بطری چیزی گیر داده احتمالاً. و آره یه نمونه کوچیک شده از جامعه است که همه تیپ شخصیتی هایی داره و به قولی چی میگن داره لاشق میشه دیگه دوستان. آره یه جامعه رو داره نشون میده که با تفاوت نظر، با اختلاف دیدگاه، زاویه های دید متنوع خیلی داره حفظ پرت میکنن، دارن یه جا زندگی میکنن و خب به همدیگه آسیبی نمیرسونن. و چیزی جالبیه ها، همه هم براشون عجیبه که چجوری علی با این همه سمی بودنش هنوز توی اون جمع پذیرفته شده. آره. چجوری امیر حسین هنوز دستشو میندازه دور گردن علی و همه باهاش اوکی ان. چجوری نگاه هنوز شوت نکردن بیرون از جزیره. میفهمی چی میگم؟ آره. دیگه الان به نظر من دیدیم میگفتیم قبلا فلانی پیک میه، الان فلانی نگاره. دیگه کلمه پیک می، من دوستای نگار زیادی دارم و همشون آدمای خوبی ان، اینجوری نیستن، ولی این یه دونه که همشون رو خراب کرده. یعنی دخترای پیک می اطرافت هستن که نه منظورم این که من چند تا دوستام اسمشون نگاره و خب نه خوبی ان. ما وقتی میگیم نگار منظورمون این نگاره. بله و اینجوری بگم حواست به بابات باشه، ممکن نگار در کمین است. میدونی منظورم چیه؟ بله متوجه. واقعا نگار در کمین است و خطرناکه. بله. همه نگاه‌هایی که در این ویدیو نگاه می‌کنن فکر کنم حالا بهشون برخورد. من از طرف خودمون از همشون عذرخواهی می‌کنم که این اتفاق داره میفته. رشته کلمه‌ام پاره شد، گم کردم. رشته کلمه نگار شد فکر کنم. بقیه‌اش بگو. یه بار دیگه اگه یاد میاد. یادم نمیاد. ما خب خانواده نسبتاً اوپن مایندی داریم. خانواده من بله نسبتاً خانواده اوپن مایندیه، ولی اتفاقاتی که داخل این برنامه میفته یا مثلا خب بالاخره یه سری رد فلگ ها وجود داره و خب مثلا وقتی یه خانومی یه پتوی رو کشیده رو پاش، این خوب نیست که یه پسری که حالا پارتنرش نیست یا باش نسبتی نداره و اون دختر باش راحت نیست به اون صورت پتو رو بکشه روی پای خودش بخاطر اینکه حالا سردشه. اینو کاملا درک می‌کنم. این خب یه رد فلگه تو این داره دور سر ما فلکه میزنه. چون فامیلش اونجا. آره این یه رد فلگه تو خانواده ما. میگم با اینکه اکثر خانواده‌ها اینجوری باشه. خانواده اوپن مایندی دارم من. ولی وقتی مثلا من این برنامه رو دیدم که تناز نشسته بود، شاهین رو صندلی اونور نشسته بود و خب میلاد نشسته بود و چون شلوارک پاش بود از پتو نگار انداخته، از پتو تناز انداخته بود روی پاهاش و هیچ اتفاق بدی نیفتاد. میدونی منظورم چیه؟ همه اوکی بودن با این قضیه. همه اوکی بودن، اتفاق بدی نیفتاد، دیدگاه کسی عوض نشد، عرش خدا نلرزید به قولی چی میگن؟ ولی عرش این پایه دوربین داره میلرزه. آره داره باد میزنه. اوکیه. و هیچ اتفاق بدی نیفتاد. پس چرا این تو خانواده من رد فلگه؟ ببین یک سری چیزا کلا توی همه خانواده به صورت ناپسندیده و ناشایست در نظر گرفته میشه. جالبه که امروز تو انگشت دست من هیچی دستم نیست. بچه به خاطر این صدای ویژه واقعا عذر میخوام. اینجا کم ما اومدیم صبح بیایم اینجا که سری لوتا نیام، ولی خب خانواده اینجا هست و خود بچه دارن. خیلی بدتر شد قضیه. نه بدتر، خب من ترجیح میدم به اونها دیگه. آره حداقل فوش نمیدم. آره خب ولی خب این توی هر خانواده یه چیزایی هست که ناشایست در نظر گرفته میشه و مثلا توی خانواده تو استفاده از یک پتوی اینجوری ناشایسته توی اون موقعیت. توی خانواده منم هم چیزای مسلماً هست. خب زشته که تو بخوای مثلا توی محیطی که یه خانم اونجا به عنوان محیط امن خودش انتخاب کرده وارد بشی و امنیت اون خانم اینجوری و راحتیشو به خطر بندازی. آره. و کاری کنی که مثلا راحت نباشه. این قضیه توی خانواده‌های مذهبی یا کلا خانواده‌های ما توی فرهنگ ما انقدر زیاده که مثلا وقتی یه نفر خانم توی اتاقیه، خب ما قبل از اینکه وارد اون اتاق بشیم حتما باید در بزنیم، اجازهشو بگیریم که این حتی اون اتاق حال باشه، حتی اون اتاق یه محیط عمومی باشه، ما باید اجازهشو بگیریم که آقا این خانم اونجا داره اون محیط به ما محیط راحتی خودش انتخاب کرده. اونجا شاید مثلا
روسری نداشته باشه، شاید توی موقعیتی نباشه که بخواد ما ببینیمش اونجوری. خب ولی مثلا توی این برنامه اینجوری که نه اصلا اینجوری نیست و خب مسلما البته توی دنیا اینجوریه ها. منظورم چیه؟ تو حالا به قولی ایران یک کوچولو اینجوریه، افغانستان، پاکستان، کشورهای ببین ما هنوز اون حالت سنت، ببین سنت جهان سومی دیگه. آره ما هنوز اون سنت رو تا یه حد حفظ کردیم، ولی خب از اون طرف هم چون میبینیم که هم بقیه کشورها دارن هی پیشرفت میکنن، هی به جلو حرکت میکنن، جلوی که نمیدونن ولی خب توی این مورد تغییرات زیادی میکنن، ما با اون تغییراتی که هم داریم آشنا میشیم و خب یه حالتی به وجود آورده دیگه. چند وقت پیش داشتم سریالی نگاه میکردم به اسم تاسیان. خب یه جمله خیلی باحالی گفت به دخترش، در واقع پدر شخصیت اصلی، برگشت گفت که ایران پوستش عوض شده و مدرن شده. ریشه‌های اصلیش همون سنت‌ها و به قولی رسومات قدیمی هستن که هنوز هستن و خب این واقعا صدق میکنه. یعنی وقتی که از خونه اومدیم بیرون هی دارم بهتون میگم نگاه کن چقدر تابلو قشنگه تو این مترو فلان نویسن. آره به ظاهر داره مدرن میشه ولی یک سری چیزها هنوز تو تار و پودش وجود داره که بی دلیله. میدونی منظورم چیه؟ به من گفته، من این دیدگاهو داشتم که دختری که تتو زیاد داره دختر خوبی نیست، دختری که پیرسینگ زیاد داره دختر خوبی نیست، دختری که خیلی بلند میخنده دختر خوبی نیست، دختری که خیلی مثلا با پسر راحته دختر خوبی نیست. پیک می رو نمیگم با پسر راحته. یه ببین چون کاملا این برنامه خلافش رو من ثابت کرد. چون یه حالت دختر خیابونی مثلا به ما میده. آفرین. ماهرخ پر از تتوه و پر از پیرسینگه. از دور که نگاه میکنی میگی این خیلی دختر وحشی، خیلی فوق عمل زیبای صورت انجام میده فلان و ایناست. آره از ماهرخ زیباتر وجود داره الان تو ذهنت. میدونی منظورم چیه؟ سلیقه اینجوریه. زیبایی ظاهری رو نمیگم ها. خب زیبایی باطنی منظورته؟ اون ببین اصلا ماهرخ برای من زیبا شده. طرز تفکرش میگی؟ فهمید شد اون اخلاقیاتی که به نمایش گذاشته، اون اخلاقیاتی که مثلا نشون داده باعث شده که من ماهرخ رو دارم خیلی زیباتر میبینم. ببین شاید به خاطر این باشه که اون ظاهرش و اون پیامی که ما با ظاهرش دریافت میکنیم توی اون دیدار اول اونجوریه. خب شاید یه پیام‌های منفی رو بهمون برسونه، ولی خب این کلیت رو از بین میبره دیگه. آره تو وقتی بیشتر که میشناسیش به باطنش میرسی و میبینی که باطنش واقعا خیلی روشن‌تر و زیباتر از اون چیزی که در ابتدا ممکن در موردش فکر کرده باشیم. من اصلا از اون طرف نگاه طرز صحبتش نیست، چون مثلا از تفکرش داره میگه دیگه، طوری که داره رفتار میکنه به قدری زیباه، به قدری نیات و اعمالش رو میگه دیگه، خیلی قشنگه. درو نیست، پشت کسی حرف نمیزنه، دروغگو نیست، روکه. خب دیگه به درد این برنامه نمیخوره. میدونی منظورم چیه؟ خوبه. واقعا خیلی خوبه. با اینکه حالا از نظر ظاهری همه پلنبیشون نگار بود. نگار کثافت خالصه. چیزی که من دارم میبینم و من نه با شخصیت پشت پرده نگار آشنام. من از نگار میشه خوشم میاد. به خاطر همین تضادی که بین ظاهر و باطنشه. من چند سال پیش وقتی خیلی جوان‌تر بودم صورتم این شکلی نبود دیگه. خب مثلا یه حالت خیلی روشن‌تر بود فلان. مثلا داشتم اینجا میرفتم آدرس پرسیدم از یک نفر و گفتش که من میدونم تو دروغ نمیگی چون تو خیلی اینجوری حاله دورت روشن فلان. بعد خیلی اینجا همیشه اینجوریه. تو وقتی یک آدم میبینی آدم زیبایی تقریبا از روی ظاهرش میگی آدم خوبیه. خب مثلا تو کیو بگیم؟ کیانو ریوز. آره. خب یا مثلا دیگه کیو بگیم؟ آنا د آرماس. اینو نگاه میکنی خب از اون ظاهرش حتی اگه هیچی درمش ندونی میگی این آدم راستگویه، خیلی آدم صادقیه، خوبه، نگار شبیه آن دارماس بود، چهره آن دارماس نمیدونم. ولی وقتی آدم اول نگاه می‌بینه البته اون وجودش برنامه نه چون خیلی مزخرف بود ولی خب اون با اون دهنه باز بعد وقتی آدمایی مثل زیبایی مثل نگار رو می‌بینی توی ذهن تشکیل میشه که این زیباه پس درونش هم باید زیبا باشه. اون تو وقتی میشناسی می‌بینی که نه مسلم لزوما اینجوری نیست. آره. یعنی یک آدم خیلی زشتی ممکنه درون خیلی البته نمیگم آدمای داخلی برنامه زشتن یا آدمی که اونقدر زیبایی نیست و معمولی تره درونش خیلی زیباتر از آدم‌های دیگه ممکنه باشه.
میگم که این قضیه رو کلا برای من باطل کرد که مثلا تتو فلان و اینا مثلا شخصیت درونو اصلا نشون نمیده. و من راضی ام که این اتفاق داره میفته. پریسا یا همون پیکسی، یانا دو تا اسم داشت. پیکسی شد. اوکی. نمیدونم، پیکسی هم خوش معرفی کرد. تیک تاکر، یوتیوبر، استریمر، دیجی، اوکی بلاگر، همه جا یه پیج داره میگفت من اون کارم. حالا اوکی بگذریم. دیدی چه شخصیت آرومی داشت؟ خیلی آروم بود. دیدی وقتی پژمان وارد شد خودشو پاره نمی‌کرد مثل نگار؟ میدونی منظورم چیه؟ دیدگاه منو که به کلی عوض کرد نسبت به دختری که تتو میزنه، دختری که باز میپوشه. دیدگاه من کامل عوض شد و اینو متوجه شدم که بابا وقتی یکی این شکلیه لزوما بد نیست. یا کسی که مثلا مثل زهرا که مثلا دیدی به ظاهر چقدر ساده است، چقدر زهرا یکی از دورواییه که تو برنامه دیدم و تو میگفتی این باهوش هم نیست، تازه باهوش هم نیست، یعنی یه ترکیب ناقص از ویژگی‌های بد دیگه. آره دوری ناباهوش. یعنی چجوری بگم آخه یه نگاه حسادت‌آمیز دیگه تو 16 ها دیدی دیگه. اگه قسمت قبلش رو میدیدی متوجه میشدی که زهرا میخواد بین سودا و امیرحسین وارد شه. میدونی منظورم چیه؟ بله. این کارها زیاد جالب نیست، چه تو فرهنگ ما، چه تو فرهنگ غرب، چه تو فرهنگ شرق. این کار که بیای وارد یه رابطه بشی، نفر سومی یه رابطه بشی، اصلا چیز قشنگی نیست. و خب تو همون فرهنگ غرب هم این عمل به عنوان یک درسته میگم؟ و خب این اتفاق بدیه و خب زهرا داره این کارو میکنه. حتی مثلا با یه سری کارهای پشت پرده انجام میداد که رابطه این دوتا خراب بشه تا خودش جای سودا رو بگیره. و خدا رو شکر که تا قسمت 16 انگار جواب نداده. خب سودا دختر باهوشیه، هرچند ساده است ولی باهوشه. میدونی یعنی از نظر چیز نمیتونه احساساتشو کنترل کنه، ولی از نظر کنار اومدن، از نظر اینکه باج به بقیه نده، دختر باهوشیه. و خب فعلا این اتفاق نیفتاده تا قسمت 16. بریم سراغ کاراکترهای جدید، به تیپ شخصیتیشون. کاراکترهای جدید از فرشاد شروع کنیم. فرشاد یه پسر خوش استایل و همیشه دکمه‌های پیانش باز و سینه‌اش معلومه. همیشه دکمه‌های پیرنش تا نافازه و چاک سینه من میبینم هر بار معذب میشم. و خب دخترها خوششون میاد دیگه. همونجوری که نگار پلنبی همه پسرا بود، فرشاد پلنبی همه دخترها. ولی حس می‌کنم فرشاد خیلی بهتر از نگار. خیلی پسر آرومیه، خیلی پسر با ادبیه. ببین من با تک تک پسرای اون جزیره میتونم رفیق شم به غیر از علی، چون تیپ شخصیتیم خیلی باهاش فرق تو قبلا میگفتی با امیرحسین نمیتونی زیاد کنار بیای چون مثل خود سیاست